هرچند تو انجام این رقابت همگی 2 دقیقه دیگر باقی موند، ولی یوسف رابیف به فوتبال بازان امکانیت میدهد که در این دقیقه ها هنر و مهارت خویش رو در این رقابت بسنجد. ضربه کنجی است به نفع بازیگران دسته مو. این وقت ضربه کنجی فوتبال بازی شماره 15 الجمال المرادوف توپ رو به بازی می‌دارد. از حسابی که الجمال با پای چپ بازی میکند، مسعود توپ رو به بازی می‌دارد. امکانیت برای بازیگران نیمه به میان میآید و در دقیقه آخری نظام نموده داور فوتبال بازی نیمه میتواند که با زدن گل پیروزی آور دست یابند. بسیار هم خوب بازی کردند. از این وضعیت فوتبال بازی رقمی 8 بازیگری که همگی چند دقیقه پیش به میدان وارد گردید، نازی عبدالغفار و با زدن گل پیروزی آور شرفیاب گردید. احسن به بازیگران ما، احسن به نازیه که همگی چند دقیقه شد به میدان آمدنش رو توانست که دروازه حریف رو رخنه کند. در دقیقه 5 زم نموده داور نازیه با زدن گل دست یافت. هرچند بازیگران ما در میدان 1 نفر کمتر بازی کرده ایستادند. در قیاس به حریف بیاید به حالتهای تکراری اینجا توجه میکنیم که چطور کاپیتان دسته عربستان سعودی مجد العتیبی با اشتباه راه داد، یعنی با پورگی نتوانست که توپ را از داخل جریمه‌گاه خویش زده بیرون کند و طور دیدیم نازیه عبدالغفار و توپ رو به کنج نزدیکی دروازه روان کرد که بالاخره به گل انجام یافت. تغییرات انجام داده یوسف ربیف در آخر این رقابت ثمره می‌دهد. به همین ترتیب دوستان عزیز، صدای هشدار داور از انجام رقابت دسته های بانوان تابی ساله عربستان سعودی و تاجیکستان درک می‌دهد. خوشبختانه بازیگران ما با نتیجه مینیمالی 1-0 در این بخوری به پیروزی دست یافتند. گل غلبه آور را در دقیقه 5 زم نموده داور نازی عبدالغفار و به هدف رسانیده پیروزی تیم ما را در این بخوری سخت و سنگین تامین کرد و در 2 رقابت دوستانه بازیگران ما با پیروزی دست یافتند. بازی بعد روز 25 اکتبر با حساب 2-1 پشت سر شد و همکنون در بازی دوم دوستانه شاگردان یوسف ربیف توانستند که با حساب 1-0 همسالان خویش را از عربستان سعودی شکست بدهند. امیدوار می‌شویم که چنین هنرنمایی بازیگران ما در دیگر مسابقه‌های سطح بین المللی نیز ادامه می‌یابد و از جانب کارگردان الهمان یگانه گلی که در این بخوری به ثمر رسانیده شد پیشنهادی ما و شما می‌گردد. کل مخلصان و هواداران فوتبال میهن را به این پیروزی تیم ملی بانوان تابی ساله میهن مبارکباد میگوییم و در اینجا با گزارش مستقیم خویش حسن انجام میبخشیم. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون بودم. شارع دولت خطیب زاده. خیر تنصیحت و خانه آباد باشید.